اگر دنبال عجایب کشور هند مثل پرستش آلت تناسلی و قبیله آدمخورا هستی، این ویدیو برای توه. کشور هند پر از چیزای عجیب و غریبه مثل دهکده دوقلوها که ما توی این ویدیو بهتون معرفیشون میکنیم. میدونستی توی هند ممکنه عروس رو بسوزونن؟ بله، توی هند برعکس خیلی از فرهنگ‌ها که پسر از دختر خواستگاری میکنه، خانواده دختر از پسر خواستگاری میکنن و جالب اینه که دختر باید به پسر مهریه هم بده و این خانواده پسر هستن که شروط ازدواج رو تعیین میکنن. مثلا ممکنه بگن دختر باید برای پسر خودرو بخره یا هزینه ادامه تحصیل آقا رو پرداخت کنه. اگر خانواده داماد فکر کنن که توی عروسی به اندازه کافی مهریه و کالا دریافت نکردن، عروس رو زنده میسوزونن. و جالبه که بدونید در سال 2010 آمار مرگ‌هایی که بر سر جهیزیه و مهریه در هندوستان رخ داده به 8000 مورد رسیده. توی هند از هر 100 ازدواج تنها یک ازدواج به طلاق می‌انجامه که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های طلاق در جهانه. اما این بیشتر به دلیل فشارهای اجتماعی و فرهنگیه. جالبه بدونید عروسای هندی حلقه ازدواجشون رو توی انگشت پاشون میندازن. بعضی از قبایل هند معتقدن ازدواج دختر با سگ میتونه نفرین و طلسم رو از اون دختر دور کنه و به همین دلیل دختر رو به صورت سنتی و با حضور اهالی محل به ازدواج سگ در میارن. توی بعضی از قبایل هندی تعدد زوجین وجود داره. البته توی این قبایل این زنها هستند که چندین شوهر دارن، نه مردها. و زنها میتونن با بیشتر از یک مرد ازدواج کنن، چون توی این قبایل تعداد زنها کمتر از مرد هاست. به همین خاطر صدها سال پیش تعدد همسر برای زنها رو به عنوان راه حل این موضوع انتخاب کردن. به نظرتون الان برای ازدواج دومشون نیاز به رضایت شوهر اولشون دارن؟ توی هند برای طلب بارون برای 2 تا قورباغه مراسم عروسی میگیرن. این مراسم موقعی اجرا میشه که بارش بارون کم شده باشه. هند سومین کشور دنیا از نظر زندگی میلیونر هاست. درسته به نظر فقیر میان، اما بیش از 6000 نفر در هندوستان میلیونر هستند. هند پرجمعیت ترین کشور دنیاست و نزدیک 1/6 جمعیت کل دنیا رو تشکیل میده. 20 شهر از 30 شهر آلوده دنیا در هندوستان قرار دارند. بنابر تحقیقات، یک روز زندگی در پایتخت این کشور معادل مصرف 20 تا 25 نخ سیگاره. هنوز چیزهای جالبی درباره هندوستان وجود داره، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. شما هم مثل من وقتی برمیگردید خونه میگید هیچ جا دستشویی خونه خود آدم نمیشه؟ توی هند فکر کنم میگن آخرش هیچ جا دستشویی سر کوچه‌مون نمیشه. 600 میلیون هندی توی خونهشون توالت ندارن. اما چرا؟ دلیلش اینه که بعضی از ادیانشون بر این باورن که وجود توالت در خونه اشتباهه و نباید یه چیز نجس رو توی خونه و محل سکونتشون بیارن. تا حالا چند تا چیز عجیب شنیدین که مردم میپرستن؟ مطمئنم گاو رو شنیدید، ولی با من همراه باشید تا چیزهای عجیبتر و باور نکردنی‌تری بهتون بگم. توی هندوستان 283 میلیون گاو وجود داره و اگر گاوی وسط خیابون بیسته هیچ کس نمیتونه کاری کنه و باید صبر کنه که خود جناب گاو رد بشه. تازه گاوهای هندی آزادن که سبزی‌ها و میوه‌های میوه فروشی‌ها رو هم بخورن و کسی حق اعتراض بهشون رو نداره. هندی‌ها اعتقاد دارن خوردن ادرار گاو برای درمان اگزما و کنترل سرطان و دیابت مفیده. حتی در سالیان اخیر از ادرار و مدفوع اون برای مسائل درمانی و ساخت لوازم آرایشی استفاده کردن. خدا رو شکر ما همچین اعتقادی نداریم و به شیر خر اکتفا کردیم. اما چرا حیوانات انقدر برای مردم هند مقدسن؟ در گذشته باورها بر این بود که همه جانوران از یک انسان یا مولد آغازین توسط خدایان پدید آمدند. ظهور 2 آیین جین و بودا تأثیر شگرفی در نگرش مردم گذاشت که آن احترام به حیوانات بود. زیرا بر اساس افسانه‌ها و داستان‌های هندو، خدایان آنها همچون راما و کرشنا به صورت نیمه انسان و نیمه حیوان بودند. چنین چیزی جایگاه جانوران را در میان هندوها بالا برد. جالبه بدونید دین و آیینی وجود داره که در اون آلت تناسلی مردان و حتی زنان رو میپرستن. قبل اینکه بهش بپردازیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. در هنگ یه ساختمون هست که در اون یه مجسمه با سنگ مرمر به شکل آلت تناسلی مردانه وجود داره و روی سر اون با طلای سفید و زرد کار شده. در طول روز کلی زن و دختر به اونجا میرن و دور این آلت سنگی دعا میکنن و به احترام سرشون رو جلوی اون خم میکنن.
زنان برای باردار شدن و دختران برای شوهر کردن به معبدهای آلت پرستی رفته و دعا میکنن، چون مجسمه آلت رو نماد شوهر و قدرت میدونن. بریم تا با هم چند تا از مناطق دیدنی هند رو ببینیم. قطعا تاج محل رو همتون میشناسید که به افتخار ممتاز محل، همسر ایرانی محبوب شاه جهان ساخته شده. ساخت این مکان با شکوه بعد از مرگ ممتاز محل سر زایمان 14مین فرزندش و در سال 1631 و با 20,000 هنرمند و کارگر آغاز شد و در حدود 22 سال طول کشید تا بنا رو کامل کنند. تاج محل بیشتر از مرمر سفید ساخته شده و با منبت‌کاری‌های ظریف و سنگ‌های قیمتی مثل مروارید، یشم و الماس تزیین شده. معبد لوتوس. معبد لوتوس که اونو با اسم نیلوفر آبی هم میشناسن، از مهمترین معابد هنده و توی دهلی نو قرار داره و ظاهر اون شبیه گل نیلوفر آبی ساخته شده. اما میدونید معمارش یه ایرانی بوده؟ معبد لوتوس یکی از 7 معبد مهم بهایی ها توی سراسر جهان به شمار میره و عده‌ای اونو مادر معابد هند میدونن. طراحی این معبد از آن طراحی‌هایی است که همزمان با جذب نور خورشید موجب آرامش و احساسی روحانی در بازدید کنندگان میشه. معمار اون یک ایرانی بهایی مذهب به نام فریبرز صهباست و جالبه بدونید معماری زیبای این بنا جوایز بین‌المللی زیادی کسب کرد. رودخانه گنگ بزرگترین و معروفترین رود هندوستانه که طولش به 2500 کیلومتر میرسه. بنابر اعتقاد هندوها رود گنگ سمبل خدای مرگه و به همین دلیل آدم‌ها پس از مرگشون سوزونده میشن و خاکسترشون رو به این رودخانه میریزن تا با پیوستن به خدای خود به رهایی برسن. به باور آنها رودخانه گنگ وارد بهشت میشه و حمام کردن در این رودخانه گناهان اونا رو پاک میکنه. رودخانه گنگ به دلیل ورود پساب‌های صنعتی و خانگی کثیف‌ترین رودخانه جهانه. اما مردم توی این آب حمام میکنن و از آب اون مینوشن، زیرا اعتقاد دارن هیچ چیزی در دنیا نمیتونه این رودخانه رو کثیف کنه. دوست دارید دانستنی‌های بعدی ما راجع به کدوم کشور باشه؟ توی کامنت بهمون بگید. معابد عجیب. معبد کارنیماتا یا لونه موش‌های هندی واقع در راجستان هنده که هر سال هزاران نفر برای بازدید از این معبد میان. این معبد خانه میلیون‌ها موشه که مردم اونها رو مقدس میدونن. موش‌ها در گوشه و کنار معبد، حتی در آشپزخونه‌ها دیده میشن. مردم باید مراقب باشن که روی موش‌ها پا نگذارن، چون مرگ یک موش زیر پای انسان یکی از شوم‌ترین اتفاقاتیه که میتونه اونجا رخ بده. حالا اگر عمدی باشه باید جریمه سنگینی هم پرداخت کنن. عبور موش از روی پای کسی اتفاق مبارک و میمونیه، مخصوصا اگر موش سفید باشه، چون اونا معتقدن تنها 10 تا موش سفید توی این معبد وجود داره. اونها خوردن ته مونده غذای موش براشون نعمته. مردم شیر باقی مونده از کاسه موش‌ها رو می‌نوشن. اونا معتقدن که پس از خوردن این شیر هرگز بیمار نخواهند شد. اگه تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومده، پس انتهای ویدیو قطعاً شما رو شگفت زده خواهد کرد. تا حالا فکر می‌کردیم قبولی توی رشته پزشکی کار سختیه، اما باید بگم اشتباه می‌کردیم. توی هند قبولی توی دانشگاه رقص انقدر سخته که هر کسی توان قبولی توی آزمون ورودی دانشگاه رو نداره. 74% مردم هند سواد خوندن و نوشتن ندارن. تعداد افرادی که در روز با قطار در هند سفر میکنن تقریبا برابر است با کل جمعیت کشور استرالیا. راهن هند با اتصال بیش از 7172 ایستگاه بزرگترین شبکه ریلی در آسیاست که روزانه بیش از 23 میلیون مسافر رو جابجا میکنه. هندوستان 5مین اقتصاد بزرگ دنیاست. در این کشور نابرابری درآمدی شدیدی مشاهده میشه. هندوستان 3مین کشور با بیشترین میلیاردر جهانه. در این کشور ثروتمندان بسیار ثروتمند و فقرا بسیار فقیر هستند و هند کشوریه که بیشترین فقیر رو در سطح جهان داره. حدود 42% از فقرای جهان در هندوستان زندگی میکنن. حتی نزدیک 300 میلیون انسان در کوچه و خیابون به دنیا میان، زندگی میکنن و در همون کوچه ها از دنیا میرن. خب قبیله آدمخورا رو پیدا کردم. آگوری فرقه‌ای در هندوستان است که اونجا گوشت انسان رو میخورن. آگوری های آدمخوار تنها گوشت انسان های مرده رو میخورن و اغلب از جنازه مردگان به عنوان قربانی و نظری برای ارتباط برقرار کردن با خدایان فرقه خود استفاده میکنن. دهکده دوقلوها.
یکی دیگه از عجایب کشور هند وجود دهکده‌ای به نام کودینهی هست که به علت وجود تعداد خیلی زیاد دوقلوها به دهکده دوقلوها مشهور شده و دوقلوزایی در اون تقریبا 6 برابر میانگین جهانیه. محققان معتقدند که ژنتیک و عوامل ارثی بخش مهمی از دلیل این پدیده هستند. توی ویدیوی بعدیمون قراره که راجع به عجیب ترین حیوانات جهان صحبت کنیم. کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از دستش ندید.